وفات نغمه هنرمند مشهور افغان در کشور امریکا. این خبر تا چه حقیقت دارد؟ گفتنی‌های تازه دوستان و اقارب نغمه چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است؟ دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ گفتنی‌های تازه شوهر دوم نغمه در این باره. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور چهره شناخته شده یکی از محبوب ترین هنرمندان زن افغان در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه از سن نوجوانی به هنر موسیقی علاقه فراوانی داشت. وی در 18 سالگی آهنگ‌های بیشمار سرود که تاکنون آهنگ‌های نغمه در گوش‌های مردم افغانستان ماندگار بوده است. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان شهرت خوبی دارد و تاکنون بیشتر از هزاران پارچه آهنگ صوتی و تصویری سروده است. نغمه هنرمند بی‌بدیل افغان بوده است که تاکنون چندین بار لقب‌های مختلف را از طرف جامعه هنری افغانستان کسب کرده است. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان در کشور امریکا زندگی می‌کند. تاکنون دوباره ازدواج کرده است. از همسر اولش جدا شد. دارای 5 فرزند میباشد. همسر دوم نغمه پسر یکی از رهبران مجاهدین از بقیه افغانستان بوده است. وی در کشور امریکا زندگی دارد و کارهای هنری موسیقیش در کشور امریکا هم پرداخته است. این همه در حالی است که تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور امریکا وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت داشته است و آیا با واقعیت نغمه وفات کرده است و یا هم خیر. ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای بانو نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.